کارهای غیر عالمانه، غیر مستند، غیر متکی به منابع و مدارک معتبر، صرف تخیلات و توهمات، اینجور کاری مردم را از حالت انتظار حقیقی دور می کند، زمینه را برای مدعیان دروغگو و دجال فراهم میکنه. از این بایستی به شدت پرهیز کرد. در طول تاریخ مدعیانی بودند، بعضی از مدعیان هم همین چیزی که حالا اشاره کردن، یک علامتی را بر خودشون یا برای کسی تطبیق کردن. همه اینها غلط. بعضی از این چیزهایی که راجع به علائم ظهور هست قطعی نیست، در روایات معتبر قابل استناد هم نیامده است، روایات ضعیفه، نمیشه به اونها استناد کرد. اون مواردی هم که قابل استناد هست اینجور نیست که بشه راحت تطبیق کرد.